سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به اپیزود دوم از پادکست باچایی. من مسعودم، همراه با آقا نیما. چطوری نیما؟ سلام، خیلی خوش اومدید به اپیزود دوم از باچایی و دمتون گرم. ببین عجب هفته‌ای بود، ما بالاخره اپیزود اول منتشر کردیم و ببین واقعا بیشتر از چیزی که من فکر می‌کردم واقعا بچه‌ها و رفقا لطف داشتن به پادکست و به نظر من باید تشکر کنیم ازشون. میگم دیگه واقعا دمتون گرم. اصلا من فکر نمی‌کردم که اینقدر باشه. و نه اینکه بگم خیلی زیاد بوده، ولی واقعا از سطح تصوری که ما داشتیم، هم مثلا حالا بازخورد پیج هم تعداد پلی‌ای که شده بود خیلی بیشتر. ببین حالا ما هم نظرسنجی که توی اینستاگرام گذاشتیم، خیلی از بچه‌ها لطف کرده بودن، گوش کرده بودن، لایک و کامنت و اینا، و خیلی نظرات خوبی ما گرفتیم راجع به مسائل فنی. یعنی من چند تا نظر خودم گرفتم که توصیه‌ای کرده بودن که چجوری پادکست رو بهتر کنیم و واقعا جالب بود. یعنی من انتظار این یکی رو دیگه نداشتم که بچه‌ها واقعا انقدر دقت بکنن که با ما توصیه کنن چجوری پادکست رو بهتر کنیم. همه توصیه‌هاشون هم به نظر من درست. دقیقاً. و کسایی گوش کرده بودن که من واقعا فکرشو نمی‌کردم. من گفتم خب این فلانی که اصلا فالومون هم نمی‌کنه ولی گوش کردن. دمشون گرم. و اینکه حالا حتی اگه نتونستیم به ما پیشنهاد فنی بدین، ایراد فنی اگه توی اپیزودا می‌بینید یا توی صوت می‌بینید به ما بگید که ما مثلا برای 3 و 4 رو به بعد اینا رو رفعش کنیم. و حالا من میخوام مثلا یه پیشنهادی بدم فراتر از این حرفا. حالا ما با هم صحبت میکنیم، ما خیلی دوست داریم نظرات شما رو راجع به مسائلی که راجع بهشون صحبت میکنیم هم بشنویم. یعنی حالا شاید ما یه جایی از صحبتمون یه اشتباهی داشته باشیم، علاوه حالا مطلبش، حالا علاوه علمی، دوست داریم بدونیم نظر شما چیه. تایتل این هفته قبلش یه سری از دوستان حالا فراتر از همه اینها پادکست ما رو تبلیغ کرده بودن تو پیج خودشون، تو کانالای خودشون، و واقعا یه تشکر خیلی ویژه میخوام ازشون بکنم. خیلی با من رو میدور فقط اصلا اینم یکی از چیزایی بود که واقعا عجیب بود. نه این توقع رو نداشتم. یعنی واسه همین واقعا عجیبه. دمتون گرم. دمتون گرم. ان شاءالله که بتونیم پادکست رو روز به روز بهتر بکنیم و بتونیم چیزایی منتشر بکنیم که شما هم دوست داشته باشید. شروع کنیم دیگه یواش یواش به نظرم بریم سراغ موضوع و یکم موضوع بازش بکنیم. موضوع چیه امروز نیما؟ ما رو خواسته هامون میسازن. یعنی میخوایم بازش کنیم تأثیر خواسته و آرزوهامون توی شکل‌گیری حالا روند زندگی و شخصیت خودمون. به نظر تو چقدر آرزو و خواسته هامون تو شخصیت ما تاثیر؟ به نظرم یعنی درصد خیلی زیادی از ما خواسته هامون، یعنی شخصیت ما در واقع. به نظر من واسه اینکه یه مقداری ساختارمندتر پیش بریم و مطالب رو بتونیم به هم ربط بدیم، بیایم از اول بررسی بکنیم، ببینیم که دقیقاً وقتی راجع به نقش خواسته تو زندگی صحبت می‌کنیم منظورمون چیه. ببین یکی از چیزایی که میتونیم راجع به صحبت بکنیم اینه که خواسته های ما محدودیت‌های واقعی ما رو مشخص می‌کنه. یعنی هر خواسته جز اون دستاوردهایی که میتونه داشته باشه و میتونه ما رو به سمت اون هدف نهایی که ازش میشه برداشت کرد هدایت بکنه، میتونه ما رو محدودم بکنه. بذار یکم منظورم روشن‌تر بکنم. ببین اصلا یه مثال بزنم. شما تصور کن نهایت خواسته شما تو زندگی مهاجرت از تهران به کرج باشه. خب شما وقتی نهایت خواستت میشه رفتن به کرج، اصولا فکر نمی کنم اتفاقی بتونی از لس آنجلس سر در بیاری، چون که به هر حال تو تمام برنامه‌ریزی‌های زندگی، تمام جزئیات زندگیت، آدمایی که باشون در ارتباطی، همشون تو رو دارن به سمت اون خواسته هدایت میکنن که تو بالاخره مهاجرت بکنی به کرج. پس اگر سطح خواسته های تو کرج باشه، اصولا لس آنجلس دیگه به دست نمیاد. قبول داری؟ آره. حالا این مثالی که زدی یه مبحثی ما داریم که راجعشون قراره صحبت کنیم، تفاوت خواسته و آرزو یا ربط این دوتا به هم دیگه. اون مثالی که زدی مثلا مهاجرتی که انجام شد به کرج یا هر جای دیگه، همون لس آنجلس، به نظر تو خواسته است یا هدفه؟ خواسته است یا هدفه؟ نمیدونم. یکم واسمون توضیح بده. مهاجرت کلا به نظر تو؟ خب خیلی هستن که هدفشون مهاجرت کردن. خب نظر شخصی میگم خب معمولا این آدمایان که قصد میشن از اون مهاجرت و بهشون فشار. خیلی دیگه هستن به خاطر یه هدف، یعنی اون مهاجرت واسهشون بنای رسیدن به اون هدف است. اینجا ما میتونیم توی مثالی که زدیم مثلا فرق خواسته و هدف رو متوجه بشیم که خیلی شاید مثلا این دو تا رو با هم قاطی کنن. ببین چیزی که من فهمیدم، یعنی منظورت اینه که خواسته یه جور وسیله است. یعنی هدف مهاجرت، مثلا هدف میشه مهاجرت، خواستن مهاجرت میشه یه جوری راه رسیدن به اون هدف. منظورت اینه؟ مثلا هدفتون میشه یه آرامشی که داری نسبی و اون خواسته‌ای که مثلا دارین که مهاجرت کنی که به اون هدف برسی. من فکر میکنم یکی بود منظورمون تقریبا. حالا شاید من اشتباه فهمیده باشم، ولی اون چیزی که تو نظرته فکر میکنم همین باشه. ولی به هر حال اون صحبتی که ما در اصل میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که ما دقیقاً
چطور توی زندگیمون با تصمیم گیری راجع به خواسته های مختلفمون واسه خودمون حد و مرز تعیین میکنیم و بدون اینکه خودمون بخوایم تو اون حد و مرزا محصور میشیم. دقیقاً مثل همون مثال کرجه میمونه. شما هر چقدر سقف آرزوها، سقف خواستهات، حالا من اینجا دارم از همه کلمات به یه معنی استفاده میکنم، سقف خواستهات، سقف آرزوهات وقتی که کوتاه‌تر باشه، زندگی تو طبیعتاً محدودتر میشه. حالا این هم به قول معروف نقاط ضعف خودشو داره، هم نقاط قوت خودشو داره. تو ممکنه خیلی سقف خواسته ها و آرزوهات رو بالا بگیری و این منجر بشه به همون چیزی که تو اپیزود اول صحبت کردیم که شما هر چقدر که به دست میاری، چون اصلا به اون هدف نهایی که داری نزدیک نمیشی، فقط زندگی رو به خودت سخت میکنی. ولی از اون طرف ممکنه شما خیلی سقف آرزوهات رو پایین بگیری و اونا اصلا با توانایی‌ها جور در نیاد. مثلا توی آدمی هستی که خیلی توانمندی، مثلا بیا مثال بزنیم، تو از لحاظ جسمانی مثلا آدمی هستی که قوی، مثلا بلند قدی، خیلی هیکلی و کاملا انگار ساخته شدی واسه اینکه توی هدفی اینو استفاده کنی، مثلا به ورزشکار شی. ولی وقتی هدف مثلا زندگیت میشه اینکه یه کار کاسبی خیلی کوچیک توی جای کوچیک راه اندازی بکنی، اصولا به اون سقف تواناییات نمیرسی. آره درسته، یعنی اون خب در واقع محدود کردن است، یعنی باید هم اینکه خیلی زیاد روی نکنی تو اون هدف گذاریه که سرخورده نشی. معمولا اصلا تو این برنامه‌ریزی و هدف گذاری میگن که هدفاتون از کم شروع کنید، هم مدتشو هم حالا خودشو، هم سختی رسیدن بهش میگن کوچیک کوچیک کنین و حالا به بزرگتر برسین، چون یهویی قدم بزرگ بخوایم برداری نمیشه. و اینکه آره خب کمترش هم بکنی، قطعاً تهش راضی نخواهی بود و چیزی هست که تو رو قطعاً زده میکنه، هدف کوچیکی که تو بهش رسیدی و اون حالا چیزی که تو میخوای و واسط برآورده نکرده، حالا اسمشو چی میتونیم بذاریم، برآورده نکرده از لحاظ ذهنی و غریزی و اونم باز جور سرخوردگی خودشو داره دیگه. پس در نهایت یه تعادلی ما اینجا لازم داریم و به نظر من یه جمله‌ای که من خوندم از این جمله‌های انگیزشی بود که توی اینستا چند وقت یه بار می‌بینیم، گفته بود که گاهی ترس از بزرگ خواستن باعث کوچیک موندن میشه و به نظر من خیلی جمله جالبیه. تو بعضی موقع‌ها میترسی از اینکه هدف رو بزرگ انتخاب بکنی، یعنی توانایی‌های خودت رو دست کم میگیری و میترسی، میگی اگه من یه هدف بزرگ واسه خودم بذارم ممکنه بهش نرسم، یه هدف پایین‌تر انتخاب میکنی، دوباره ممکنه سر اون شک بکنی، دوباره به خودت به قول معروف خودتو دست کم بگیری، دوباره هدفو میاری پایین‌تر. انقدر این هدف میاد پایین که به قول تو یه مدت زمانی که میگذره یا میبینی تو زندگیت به اون چیزایی که شاید آرزوشو داشتی از بچگی نرسیدی، چون هی اون خواسته رو آوردی پایین‌تر، سقفش رو آوردی پایین‌تر، الان به چیزی تبدیل شدی که نه خودت می‌خوای نه احتمالاً واسه اطرافیانت چیز جذابیه. پس این تعادله باید حفظ بشه. ببین میشه باید خودتو بشناسی دیگه قبل اینکه اون تعادله برسی، اینکه واقعا بفهمیم. ببین ما خیلی از هم نسلای ما نمیدونیم هدفمون چیه واقعا و نمیدونیم، حتی بزرگتر از ما و واقعا هنوز اصلا یاروش هستش. فکر کنم کیارستمی رو دیده باشی اون که اونم حتی داره تو اون سن با اون حجم از موفقیت میگه من هنوز نمیدونم چی میخوام. این که اول بدونی چی میخوای به نظرم برای برقرار کردن اون تعادله، خب تو متوجه میشی که این چیزی که من میخوام یا به وضعیت فعلی من میخوره یا نه دیگه. ولی اینکه تو ندونی و هی تلاش کنی حتی بی هدف، یعنی خواسته‌های خیلی کوچیکی رو داشته باشی ولی هدف درست حسابی نداشته باشی ازش، این هم چیزی میشه که خب تو رو پشیمون میکنه دیگه. الان یه سوال، تو خودت میدونی خواستت از زندگی چیه؟ نه منم نمیدونم. فکر نمی‌کنم توی اینجوری باشه که یک کلمه بگی هدف چیه. میکنم مثلا شاید از 1000 نفر آدم تو رنج سنی 20 سال تا 30 سال این سوالو بپرسی، شاید مثلا 5 نفر بگن من میدونم چی میخوام از زندگی. بیشتر از این نمیشه، قطعا نمیشه. و حتی اونایی که بهت میگن چیه شاید همون آدمو 2 سال دیگه پیداش کنی بگه نه من چیزی میخوام. ببین هدف داشتن چیز خوبیه و فکر میکنم که هرچی به جلوتر میریم بدتر میشه. یعنی کمتر هدفمون میشناسیم. شاید نسل‌های قبل‌تر ما آدمای توشون خیلی بیشتر بود که میدونه حداقل میخواد چیکار کنه. خب آخه میدونی تفاوتی که نسل ما با نسل اونا داره اینه که اونا انتخاباشون محدود بود. یعنی مثال میزنم، تصور کن یه بچه‌ای توی دهه 1340 شمسی تو تهران به دنیا اومده، باباش یه مغازه‌ای داره تو بازار تهران. این انتخابش چی میتونسته باشه؟ یا میرفته تحصیل میکرده یا میرفته تو مغازه بابای مشغول به کار میشده. الان انتخابای ما بی‌نهایته و این بی‌نهایت بودنه، حالا درسته که لفظش خیلی انگار خوش به حال ما شده، ولی تو وقتی بی‌نهایت امکان جلوت داری، عملاً هیچ امکانی جلوت نداری، یعنی نمیتونی انتخاب کنی. تو الان
اصلا ربطی به تحصیلاتت نداره. تو میتونی از اینترنت هر چیزی رو یاد بگیری. خیلی از برنامه‌نویسای حرفه‌ای هستن که اصلا تحصیلات مرتبط با رشتهشون ندارن. خیلی هستن که مثلا تو مهارت‌های قوی کردن خودشونو و الان تو بازار کارشون خیلی موفقن که اصلا هیچ وقت درسشو نخوندن. ولی گذشته اینجوری نبود. گذشته تو میرفتی دانشگاه، مهندسی می‌خوندی، پزشکی می‌خوندی و همون تبدیل می‌شدی به همون. یعنی شما اگه مهندسی می‌خوندی الزاما مهندس می‌شدی، یا اگه پزشکی می‌خوندی می‌رفتی پزشک می‌شدی. شما الان می‌تونی مهندسی بخونی بعد بری مثلا چه می‌دونم یه چیزی که اصلا هیچ ربطی نداره فعالیت بکنی. امکانش هست. بعد وقتی همه این امکانات تو زندگیت هست بیشتر گیجت میکنه. بنابراین این صحبتت که میگی مثلا قدیما بیشتر هدفشون میدونستن، به نظر من از این میاد که انتخاباشون کم بوده. درست میگم؟ آره درسته. ببین اینکه حالا مسیری که جلوشون بوده کمتر بوده درسته، ولی توقعاتش هم از چیزی که از زندگی میخوان کمتر بوده. حالا بیشتر میتونیم بگیم مادی کمتر بوده توقعاتشون. و خب حالا نمیدونیم چیزی که الان توقع ما بیشتره از رسانه است، از اختلاف طبقاتی یا از چیه، یعنی که مردم اصلا خوشبختی رو توی چیز دیگه‌ای میبینن و قبلا تو چیز دیگه‌ای میدیدن. اینا بحثای جداست. ببین حالا یه چیزی که من میخوام اضافه بکنم اینه که ببین قدیما یه زندگی پترن خاصی داشت. یعنی اگه به زندگی پدر مادرامون هم نگاه کنی میبینی مثلا سن سرکار رفتن فارغ از اینکه تو بری درس بخونی یا نه واسه عموم مردم مشترک بود. یعنی طرف مثلا دیپلمو که میگرفت دیگه یا علی مدد، حالا یا میرفت دانشگاه دیگه اونو صفر جدی میگرفت یا میرفت سر شغل آزاد اونو جدی میگرفت. فکر میکنم تو تمام پدر مادران ما این مشترک باشه. یکی هم این که دوباره برمیگردیم به همون لایف استایلی که قدیم بوده. شما تصور کن اون موقع مثلا راجع به ازدواج طرف مثلا یه سنیو که چیز میکرده، بعد خانواده خود به خود یه انگاری آپشنی روشن میشد که آقا بریم واسه این بچه، حالا اگه پسر بود مثلا زن بسونیم، بعد این خود به خود انجام میشد. الان توی جهان فعلی که ما داریم زندگی میکنیم همین مقوله ازدواج دیگه تقریبا دست خانواده ها نیست. حالا بعضی خانواده ها هنوز به شکل سنتی این کارو انجام میدن، ولی الان آشنا شدن و ازدواج کردن دیگه تقریبا افتاده دست خود اون شخصی که میخواد زندگیشو بچینه. کل حرفمو بخوام یه جوری جمع‌بندی بکنم اینه که الان زندگی از اون پترن یک نواختی که ما 40-50 سال پیش داشتیم خارج شده. الان همه چی انتخاب شده. شما سر یه سن خاص سرکار نمیری، سر یه سن خاص ازدواج نمی‌کنی، توقع از زندگی رفته بالا. شما واسه برآورده کردن نیازهای زندگی معمولی نیاز به تلاش و سرمایه خیلی بیشتری داری و همه اینا باعث میشه که زندگی ما مثل 40-50 سال پیش اونقدر آسون نباشه و فکر میکنم که نمیدونم حالا شاید بشه گفت سخت‌تر شده. به نظر من که انتخابای بیشتر تو این موضوع حداقل سختی کار رو بیشتر کرده تا اینکه زندگیمون رو راحت‌تر بکنه. پس یعنی وقتی اختیارات خودمون بیشتر شده بعدیم قرارش کردیم میگه سخت‌تر شد. انسان نمیتونه بین این همه گزینه مخیر باشه. انسان یه جاهایی یا باید خودش رو محدود کنه یا جامعه محدودش کنه، سنت‌های زندگی، پترن زندگی، لایف استایل محدودش بکنن. اینقدر که انتخاب میره بالاتر تو فقط گیج میشی. مثلا این توی مغازه میخوای بری کفش بخری که مثلا 50 مدل کفش داره یه دونه مغازه است، یا بری توی بازاری که 100 تا مغازه است هر مغازه 50 تا دونه مدل داره. خب بیا درستش کن دیگه. تو هر مغازه‌ای میری یه چیز جدید میبینی، یه چیز جدید دلت میخواد. همه اینا باعث میشه زندگی یه کوچولو سخت‌تر بشه. بخوایم این قسمت رو یه جمع‌بندی بکنیم، فکر می‌کنم یه کوچولو از همون تاپیکی که داشتیم هم دور شدیم. خواسته ها محدود کنندن. نه خواسته ها رو اونقدر باید بلند بگیریم که واسه سرخوردگیمون بشه و بهش نرسیم، نه باید اونقدر خواسته هامون رو پایین بگیریم که از توانایی‌مون نتونیم استفاده بکنیم. به نظر من اگه موافقین جمع‌بندی خوبی میتونه باشه. دومین موردی که به نظر من جالبه راجع به صحبت بکنیم ماهیت خواسته هاست. ببین ماهیت، حالا تو لفظ خودمونی تر بگیم، اون ذات خواسته‌ای که تو زندگی داری. خیلی از خواسته هایی که ما تو زندگیمون داریم ظاهرشون با اون چیزی که ما می‌خوایم بهش برسیم متفاوته. مثال میزنم، مثلا همه ما می‌خوایم پولدار شیم. تو می‌خوای پولدار شی دیگه؟ قطعا. کی نمیخواد پولدار شه؟ من بیا اصلا این مثال با تو پیش ببریم. تو گفتی میخوای پولدار شی. چرا میخوای پولدار شی؟ برای رفاهی برسی دیگه. مثلا خونه باش بخری، ماشین باش بخری. خب خونه بخری، ماشین بخری که چی بشه؟ زندگی بهتری داشته باشی. زندگی بهتری داشته باشی که چی بشه؟ آدم خوشحال‌تری باشی، آدم موفق‌تری باشی. دقیقاً. یعنی الان دیدی ما از مثال این که تو میخوای پولدار شی رسیدیم به این که تو میخوای خوشحال باشی. پس خواسته اصلی تو خوشحال بودنه، خب نه پولدار شدن. باید بدونیم ماهیت هر خواسته‌ای که ما تو زندگیمون داریم چیه.
نباید به همون تایتل خواسته اکتفا کنیم، چون اینجوری اصلا بی‌معنی میشه. میدونی من میخوام پولدار شم، تو میخوای پولدار شی، حتی شاید تو اون مرحله دومه به اختلاف بخوریم. تو میخوای خونه و ماشین بخری، مثلا خونه و ماشین مثلا دوست ندارم، میخوام برم یه قایق بخرم، برم واسه خودم تو دریا شنا کنم، سوار قایقم شم. میبینی؟ یعنی شاید خواستمون در ظاهرش یک چیز باشه، ولی ماهیت و اون پشت پرده‌ای که میتونه داشته باشه متفاوت میشه. مثل مهاجرته میشه که راجعش صحبت کردیم دیگه. یعنی اونم حتی خیلی الان هدفشون مهاجرت، من به اون میگم فرار. خب یعنی نه اینکه مثلا دارم میکوبم، یعنی انقدر بهش فشار اومده که میخواد فرار کنه. وقتی تو داری فرار میکنی فقط میخوای اینجا نباشی دیگه، داری فرار میکنی به این سمت جایی که نمیدونی، از وضعیت زندگی میخوای. آره میخوای این وضعیت بکنی و بری، که حقم دارن خیلیا. ولی آیا مهاجرت هدفه یا نه؟ تو از مهاجرت کردن یه هدفی داری. ببین باز بستگی به آدمش داره. مثلا من حالا از بچه‌هایی که تو دانشگاهمون هستن، بعضیا میخوان مهاجرت بکنن، باز به قول تو شاید، حالا من زیاد با این کلمه فرار موافق نیستم، چون کسایی که اکثرا مهاجرت میکنن به نظر من اون هدف رو تو زندگیشون دارن، ولی به قول تو بعضی هم از شرایط زندگی فعلیشون فرار میکنن و هدفی اونور ندارن. فکر میکنن از اینجا که بکنن برن اونور یه سری مشکلات خود به خود حل میشه. ولی خب میبینیم الان تو اینستا به نظر من حالا بیشتر داره روشن میشه که هر کسی که مهاجرت میکنه الزاما اونور به موفقیت یا درآمد خوب و رفاه نمیرسه. ولی به نظر من خیلی که مهاجرت میکنن هدف دارن. بعضی هدفشون تحصیله، بعضی هدفشون شغله، بعضی هدفشون توی جامعه دیگه قرار گرفتن، تعامل اجتماعی متفاوته. خلاصه میخوان شرایط زندگی رو عوض بکنن. ولی به نظر من اونم میتونه یه چیزی باشه که ما از خواستنش همچین ماهیت خاصی رو دنبال نکنیم، میخوایم فقط مهاجرت بکنیم. حالا تو میخوای مهاجرت بکنی اصلا چی بشه؟ همون دیگه. ببین مثلا مثال دانشگاه رو زدی. خب من یادم سر انتخاب رشته دانشگاه خیلی از دوستای من میگفتن ما یه رشته‌ای بزنیم که باهاش بشه مهاجرت کرد. یعنی هدف از درس خوندنم مهاجرت کردن است. طرف مثلا دوست من بود دیگه، اصلا هیچ علاقه به ریاضیات و کلا به مهندسی هیچ علاقه نداشت، رفت صنایع خوند. گفت من با صنایع راحت میتونم برم اونجا که میخوام. یعنی حتی اونجا میره به واسطه رشته‌ای که داره یه کاری پیدا میکنه، ولی اون کارا رو دوست نداره. یعنی بازم فکر میکنم به اون هدفی که میخواد نمیرسه. خیلی هم حتما دیدی که مهاجرت میکنن و برمیگردن، یعنی میزنه دلشون اون مهاجرت، با اینکه خب همه میدونن شرایط خیلی بهتری واسش فراهمه دیگه برای هر کاری که بخواد بکنه، ولی اون هدفه زورش به اون معایب مهاجرت نمیچربه، چون هدف کافی نبوده. آفرین دیگه. وقتی کافی نباشه خب تو اون قربت میگیرته، تا هر هزار تا چیز دیگه وجود داره که وقتی هدف نداری خب انگیزه هم نداری دیگه و اون تو رو هول نمیده به جلو، بیشتر پرتت می‌کنه تو عقب. یعنی تو وقتی ماهیت خواستت رو نمیشناسی، نمیدونی ذات اون خواسته که تو ذهنت چیه، بیشتر داری خودتو گیج می‌کنی، یه تصمیمایی میگیری بعداً پشیمون میشی. مثلا این مهاجرت میری بعد قربت به قول تو میگیرتت، مثلا یه چی میگن یا کردی میشینی یه گوشه بغض میکنی برمیگردی. حالا یه مثالش که برام ملموسه. فرآیند خیلی پیچیده‌ایه اون رفتنه و اینکه تو بخوای ازش سرخورده بشی واقعا داره یه پارت خیلی بزرگ و بلند مدتی از زندگی تو رو تحت تاثیر قرار میده که دیگه بر نمیگرده. واسه این ما باید خب به قول تو اون ماهیت و ذات خاصه باید واسه اون خیلی با اهمیت باشه. یه موضوع دیگه ای که به نظر من وقتی راجع به خواسته صحبت میکنیم خیلی مهمه راجبش اطلاع داشته باشیم، اینه که خواسته ها رفته رفته شخصیت ما رو میسازن. قبول داری این موضوع؟ بذار یکم برات بازش بکنم. ببین خواسته های ما، ببین زندگی ما اصولا تشکیل شده از یه سری خواسته. حالا نمیشه گفت فقط خواسته، ما تجربیاتمون رو داریم، زندگی حالمون رو داریم، شرایط فیزیکی، همه اینا. ولی اون چیزی که واقعا شخصیت ما رو میسازه خواسته هامونه به نظر من. حالا تو با این موضوع موافقی؟ چون خیلی میتونم راجعش بحث بکنم، ولی اول میخوام نظر تو رو بدونم. موافقی که خواسته ها اصلی ترین چیزی هستن که شخصیت ما رو میسازن یا نه؟ اگه دید گسترده‌ای به اون خواسته که داریم راجعش صحبت میکنیم، یعنی خب باید الان تصور کنی، یعنی کسی که داره این پادکست رو گوش میکنه باید چیزایی واسه خودش تصور کنه از حرفایی که ما داریم میزنیم دیگه. تو واسه داره که چی ببینی، اون خیلی میتونه کلی باشه. شاید یکی خواستش از زندگی اینه که مثلا خب شاید ما ندیده باشیم، ولی مثلا خواستش اینه که یه آدم خوبی باشه صرفا. یعنی حالا این یک کلمه است واسه توصیفش، یا روی کلی جزئیات واسه خودش داره، یا رو هدفش اینه که یک آدم خیر باشه، هدفش اینه که آدم خوش برخورد باشه. اینا هم یه جور خواسته است.
درسته، ولی توی جامعه خب طرف که به اون حد اخلاقی رسیده ولی یک سری چیزا رو نداره، یک سری پایه‌های اولیه زندگیش نداره، به عنوان آدم ناموفق شناخته میشه، در صورتی که به خواسته خودش رسیده. ببین حالا بذار یکم شفافترش بکنم. ببین تو فرض کن مثال زدی، گفتی یه نفر خواستش اینه که انسان خیری باشه. یه آدمی که خواستش اینه آدم خیری باشه چه ویژگی‌های اخلاقی داره؟ مسلماً طرف از خود گذشته است، فداکاره، بستگی به این نداره که چقدر درآمدشه، چقدر وضع زندگی خودش خوبه، میخواد همیشه وضع زندگی بقیه رو بهتر بکنه. میبینی؟ یعنی اون خواسته ای که خیر باشه، خواسته این که تو جامعه مفید باشه، یه سری ویژگی‌های شخصیتی بهش میده. حالا ببین اون ور قضیه رو ببینیم. یه نفر بدون این که اصلا به این فکر بکنه از چه مسیری، فقط میخواد پولدار شه. یعنی تو هر راهی به این پیشنهاد بدی که اینو به پول برسونه قبول میکنه. خب این چه ویژگی اخلاقی داره؟ مسلماً طرف بیرحمه، طرف به فکر هم نوع خودش نیست، طرف اصلا هدفش مسیری که داره رو توجیه میکنه، این به هر طریقی میخواد پولدار شه. میبینی این خواسته های متفاوت، ویژگی های اخلاقی متفاوت ما رو میسازن. شخصیت شما فقط از خانواده‌ای که توش بزرگ شدین و از فرهنگی که توش بودین نشأت نمیگیره. شما بعضی موقع ممکنه پیشینه خیلی خوبی داشته باشین، ولی از یه جایی از زندگی به بعد تصمیم بگیرید به یه خواسته ای دل ببندید که این تمام شخصیت شما رو تحت تاثیر قرار میده. ممکنه یهو تمام ارزش‌های اخلاقیتون زیر سوال بره به خاطر اون خواسته. به نظر من اگر که این خواسته ها توی زندگی ما اونقدری مدیریت شده نباشن، اونقدری سر جاشون نباشن، اون ماهیت خوبی نباشه، ما ممکنه یه جایی از زندگی به خودمون بیایم ببینیم که اصلا این زندگی که من دارم میکنم چیه، من همچین آدمی بودم. آره دیگه. ببین خب بستگی داره ببینی که آیا واقعا واسش هدف میشه و آیا اون چیزی که داره انتخاب میکنه ارزش اینو داره که شخصیتش تغییر کنه. چون بعضی وقتا این تغییر شخصیت مثبت هم امکان داره باشه که حالا به نظر من کمتره چیزایی که من دیدم. یعنی خیلی اصلا به خاطر اون هدفی که شاید هدف اصلی طرف از زندگی نباشه، یه سری چیزایی زیر پا میذاره که مثلا 20 سال بهش معتقد بوده. هر چیزی میتونه باشه، ارزش اخلاقی، اعتقادی، هر چیزی که فکرشو بکنی و یا خب میزنه زیر میز و به خاطر اون هدفه. این داستان جالبیش نیست که نمیدونه یا اون چیزی که بهش میرسه همونی که میخواد یا نه. ببین حالا این مسئله‌ای که ما صحبت کردیم، من هر چقدر میریم جلوتر خیلی بیشتر دوست دارم اشاره بکنم که چی میشه واقعا یه آدمی که به قول تو 20 سال مثلا یه سابقه دیگه‌ای داره یهو میاد تصمیم عجیب میگیره، یه خواسته عجیب میگیره. حالا نمیخوام راجعش بحث بکنم چون بحثش خیلی طولانیه. یه سری هستن یه سری عقده‌هایی از کودکی دارن، یه سری مشکلاتی از کودکی دارن، یه سری کمبودهایی از کودکی دارن و من یه چیزی رو خیلی دوست داشتم همیشه تو زندگیم بگم که آقا کلمه عقده چیز بدی نیست. همه ما عقده‌ای هستیم. یعنی الان چیزی که تو جامعه ما هست اینه که یکی به یکی میگه عقده‌ای، قشنگ فوشه، ولی عقده‌ای چیز بدی نیست. عقده کلمه عربیه دیگه، معنی گره. ما هممون از بچگیمون، از نوجوانیمون، از همین الان که داریم روز به روز زندگیش میکنیم، یه سری گره‌هایی تو وجودمون به وجود میاد که این گره‌ها بعضی موقع ساده باز نمیشن، با دست باز نمیشن. بعضی موقع همین عقده‌ها باعث میشه ما تصمیمایی بگیریم و به تبعش یه سری خواسته‌هایی تو زندگیمون به وجود بیاد که کار میدیم دست خودمون دیگه. ببین اون چیزا رو دیدی؟ اون ویدیو دوباره کیارستمی و دقیقاً یادم نمیاد کدوم میگه. یه دونه از درون سیگار صحبت میکنه، میگه من نمیذاشم کسی منو با سیگار یادم. الان بعد میگه آدم به بیابروی کم به بیابروی عادت میکنه. ولی تو این مسئله که ما داریم خیلی وقت پیش میاد که خیلی سریع آدم به یه سری چیزایی که قبلا واسش بی ارزش و بیابرویی بوده عادت میکنه و خدا نکنه واسه کسی پیش بیاد. خیلی بده. میتونم خوب باشه، همیشه بد نیست. کم پیش میاد. چند تا مثال تو ذهن توئه که خوب یه دونه هم به خدا یه دونه مثال ندارم. و هر چی میشناسم این تغییر سمت بد ماجرا بود. دقیقاً. پس من همه این صحبتامون رو با یه جمله جمع‌بندی بکنم. آقا خواسته‌های ما شخصیت ما رو میسازن. مراقب خواسته‌هاتون باشید. اون چیزی که تو زندگی میخواید باعث میشه شما یه رفتاری بکنید و یک هویتی تو زندگیتون برای خودتون تشکیل بدین که بعداً واسهتون مشکل زا میشه. حتی این یه اصطلاح علمی داره که حالا من فارسیشو میگم چون انگلیسیشو نمیگم، بلد نیستم. نه میگم انگلیسی هم میگم. Identity Behavior Theory، یعنی مخففم داره؟ آره میگن IBT. خب فارسیش میشه نظریه هویت رفتار. بخوام خلاصش بکنم همین بحثیه که گفتیم. شما یک خواسته ای از خودت در نظر میگیری، طبق اون خواسته هویتت عوض میشه و طبق اون هویتی که عوض شده یه سری رفتارهایی از خودت نشون میدی که زشته. واسه خود قبلیت زشته، واسه همه زشته. آخه میدونی بستگی به خواسته ای داره که داشتی. حالا من مثال واسه
خودت میدونی چی. بله بله. و من یه جمله‌ای رو خیلی شنیدم، اینو همه این کسایی که تو حوزه انگیزشی کار میکنن میگن 5 تا دوست تو من نشون بده، من 5 سال آینده تو نشون میدم. منم الان میخوام که این جمله رو بگم شاید معروف شه. ببین من میگم تو از یه آدم برو خواسته هایی که تو زندگی داره بپرس و ببین داره تلاش، حالا تلاش هم لازمه، نه که یارو بگه من یه خواسته دارم، ببین خواستهاش چیه و داره در راستای کدوم یکی از اون خواستهاش تلاش میکنه، طبق اون میتونی شخصیتش رو حدس بزنی. یعنی اگه یه نفر کل زندگیش دنبال مادیات، هیچ ارزش اخلاقی نداره، این آدم مناسب دوستی نیست، این آدم مناسب رابطه نیست. ولی اگه از اون طرف هم دیگه خیلی رفته تو معنویات و دیگه اصلا تارک دنیا شده، واسه من حداقل آدم مناسبی نیست. یه کوچولی باید دنیا رو هم خودش فهمتونه تحملش کنه با مامانش دیگه. آره دیگه شما باید یکم اجتماعی باشید. تعادل، همیشه تعادل از همه چی بهتر. ما تو این پادکست می‌خوایم بیشتر راجع به تعادل صحبت. ما اینجا وسط ترازو وایسادیم، وسط گرا. این ترازو قدیمی‌ها نه ترازو دیجیتال. و موضوع بعدی اینه که بعضی اینو میتونیم رفت بدیم همین موضوع قبلی، بعضی از خواسته ها آدمو گول میزنن. قبول نداری؟ آدمو گول میزنن؟ آره. یعنی آدمو تغییر میدن یا ببین بعضی خواسته ظاهرشون قشنگه، بهشون که میرسی دیدی میگم بعضیا از دور قشنگن کاش نزدیک ما نیان. بعضی از خواسته ها هم همینن، بعضی از خواسته ها از دور قشنگن، وقتی که نزدیکشون میشیم، وقتی که به دستشون میاریم میبینیم که اونقدر چیز جالبی نبودن، مثل خواستهایی که اجتماع با ما تحمیل میکنن. الان حالا من نمیخوام وارد این موضوع شم واقعا، ولی یه عرفی که تو جامعه ما جا افتاده اینه که همه باید تو رابطه باشه. ببین من واقعا تو اطرافیان خودم این تلاش رو میبینم که طرف دوست داره وارد رابطه بشه، بعد تا شرایط طرف رو نگاه میکنی، حالا نمیدونم هر کسی ملاک و معیارش فهم کنه، شرایط طرف رو نگاه میکنی بابا انسان توانایی نگهداری یک رابطه سالمو نداره. ولی جامعه الان یه جوری شده که آقا بدو شما الان باید یه نفر کنارت باشه که چه میدونم پارتنرت باشه و شما باید باش زندگی بکنی. این از اون تیپ خواسته هاییه که ظاهرش هم خیلی قشنگه و چیز شیرینی هم هست، ولی شما الزاما وقتی شرایطت نمیخوره نباید بدی دنبال چیزی که نمیتونی. ببین درسته، یعنی یه جوری شده که تو توی محیطی شبیه به دانشگاه یا محیط مشابه میگی که مثلا تا وارد رابطه نشدی یا مثلا میگی من رابطه ندارم، الان همه تعجب میکنن، فکر میکنم مثلا از قار اومدی. مثل سیگار دیگه، سیگارم که نمیکشی همه واقعا کلمه مؤدبانه مثلا تعجب خیلی شدید میکنن و خیلی سوسول به نظر میاد. یعنی اصلا یعنی چی؟ این رابطه هم داره همینجوری میشه. یعنی چی تا رابطه نداشتی مثلا 22 سالته؟ میشه مگه 22 سالمه دیگه. نه اصلا سن رو ولش کن آقا، اصلا من 28 سالم ولم کن، نمیتونم الان اصلا شرایطشو ندارم، نمیخوام اصلا شرایطش دارم نمیخوام اصلا دارم نمیخوام، اصلا پوله هست اصلا همه چی اوکی، من آدمش نیستم، من الان تو خودم نمیبینم پاشم برم با یکی ارتباط بگیرم. ولی الان جامعه اینجوری شده آقا اصلا به قول تو دلار تو نداشتی، منظورت چیه؟ احتمالاً یه ایرادی داشتی که تا حالا احتمالاً همچین کاری نکردی. ولی خب اینم از اون تیپ خواسته‌ایه که جامعه یه جوری به ما تحمیل میکنه، ما هم به قول نیما واسه این که از همین مسخره کردن و اینا فاصله بگیریم بعضی موقع مجبور میشیم بهش تن بدیم، حالا نه فقط راجع به رابطه، راجع به خیلی از خواسته‌های دیگه. حالا صرفا تاش مسخره شدن و اینا هم نیست، خب یه حالتی داره که تو خود، یعنی خب خیلی هستن شاید مثل من تو فکر نکنین طرف تو خودش کمبود میبینه، یعنی فکر می‌کنه که شاید من واقعا مشکلی دارم که نتونستم مثلا تو این سن وارد رابطه بشم. خب حالا میگم چون راجع به رابطه صحبت کردیم ما رو همون مثال رابطه را میریم و تم میده به چیزی که نمیخواد، یعنی هدف رو گم میکنه، خواسته رو در واقع گم میکنه و قبله رو گم میکنه. آره اپیزود قبلی چیزی صحبت کردیم که همه چی داره شبیه هم دیگه میشه. آره خواسته های ما و دیدگاه های ما داره شبیه هم میشه. اینم همچین حالتیه که مثلا حالت ناتوانی بهش دست میده، یعنی اون چیزی که شاید حتی میدونسته چی میخواد، یعنی شخصی بوده که به خودش مشخص کرده که من نمیخوام وارد رابطه بشم یا من نمیتونم وارد رابطه بشم، من توانایی هندل کردنشو ندارم. وقتی میره با این کمبود مواجه میشه فکر میکنه که آدم ناتوانیه و میتونسته و انجام نده، یه حالتی انگار عقب مونده از بقیه. فومو میشه، فومو fear of missing عقب میفته و حالا وارد این مسیری میشه که قطعاً ازش مفید نیست دیگه. ولی به نظرم یه چیزی هم باید بگیم، حالا خیلی گوگلی و خیلی باید نبایدی
صحبت کردیم، ولی واقعا این فشار جامعه کم نیست. یعنی ما فقط گفتیم حالا یکی میاد مسخرت میکنه، ولی اون یه نفره که میشه 2 نفر، یا تو به خودت شک میکنی. به قول تو یهو میبینی که آقا نکنه من واقعا یه توانایی ندارم، نکنه من آدم بی‌عرضه‌ایم، نکنه من مثل بقیه نیستم، من یه مدلی خاصم به معنای بدش، و اون فشاره کاری باد میکنه که خواسته تو ذهن تعریف میشه که آقا برو بدیم، برو این فقط به دست بیاریم این فشاره برداشته بشه. یا من حتی ببینم آقا ته این که همه دارن چیه، میدونی؟ چون وقتی همه کاری انجام میدن تو انجام نمیدی، همیشه این مقایسه تو ذهنت هست، آقا من چیم کمه، من چرا اینجوریم، و بعد میری به قول تو سمتش پشیمون میشی. ببین اعتماد به نفس رو باید داشته باشی دیگه. اعتماد به نفس به نظر من از همون شناخته میاد، یعنی خودتو بشناسی، هدفتو بشناسی و به خودت اعتماد داشته باشی. حتی به نظر من اعتماد به نفس کاذب هم اگه داشته باشی، یعنی یکم بیش از حد باشه، باز خیلی بهتر از اینه که به خاطر نداشتن اعتماد به نفس بخوای وارد مسیر یا راهی بشی که اذیتت کنه. هم خود حالا تو این مثالی که ما زدیم، هم خودت اذیت می‌کنه، هم یه نفر دیگر رو اذیت می‌کنه و شاید یه ذهنیتی از تو خراب کنه توی چند سال زندگی تو تاثیر بذاره. پس اگه اون اعتماد به نفس رو داشته باشی، به خود باور داشته باشی، میدونی راهی که من دارم میرم درسته، حتی اگه بقیه این کارو نکنن. یعنی ایمان قوی تو بلد کفر دیگه. ولی آقا نیما، اعتماد به نفس داشته باشیم چقدر؟ یعنی بعضی موقع تو خدای اعتماد به نفسم که باشی، این فشاره براتون میکنه دیگه. من آدمم میشناسم طرف اعتماد به نفس خدا، ولی بازم درگیر این فشاره میشه. حالا نه این که تو ذهنمه دیگه راجع به رابطه نیست، بازم درگیر فشاره میشه و دوباره شاهد اون سقوط یک فرشته یا سریال بود. این کلمه رو خیلی دوست، سقوط یک فرشته میشه، یا فرشته سقوط میکنه. بله مرسی بازش کردی کلمه رو. آره، ولی به نظرم اعتماد به نفس حد زیادی شاید دقیقاً میتونه کنترل کنه. یعنی خب یه سری ببین مثلا داریم خیلی با مثال طور میریم جلو دیگه. من تو دانشگاه یه سری چیزایی میدیدم که یارو ترم اول و دوم، مال ما دوم حضوری شد دیگه، یهو مثلا هفته اولی که یارو وارد دانشگاه شد با هفته سومش فرق می‌کرد. یه سری تأثیری از محیط گرفته بود. تقریبا میدیدی که داره طرف کپی میکنه یه سری چیزایی رو، یعنی فکر می‌کنه یه سری چیزای ارزشه و بعد این چیز کپی بشه، و تو میدیدی که توی مدت خیلی کوتاهی طرف همچین اتفاقی واسش میفته، همچین تغییر میکنه. تغییرات خب اصولا داریم راجع به تغییرات منفی صحبت میکنیم دیگه، همچین اتفاقی میفته. بس به نظر من بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم اینه که دوستان حواستون به خواسته هایی که دارین باشه، چون خواسته ها شخصیت شما رو میسازن، آینده شما رو میسازن، و در نهایت ممکنه یه جایی به خودتون بیایید و ببینید این اون چیزی نیست که میخواستین. پس حتما اولش به ماهیت خواسته ای که چه جامعه داره بهتون تحمیل میکنه، چه خودتون به هر دلیلی گرفتارش شدین دقت بکنید. و راجع به اینکه مسیر رو با هدف اشتباه نگیریم رو می‌خواستیم صحبت کنیم که بیشتر شروع بکن که من این دو تا مثال واسه زدیم که همون پوله بود، برای شرایط اقتصادی بهش بگیم پول بشه. شرایط اقتصادی بود که تو شرایط اقتصادی خوب رو یا حتی نسبتا خوب یا خیلی خوب رو برای چی می‌خوای؟ تو قطعاً پول نمی‌خوای. تویی که داری اینو گوش میکنی و فکر میکنی که من پول میخوام، تو قطعا پول نمیخوای. تو واسه اون پول هم برنامه داری. الان هیچ مهاجرت بود که راجعش صحبت کردیم. میگه من خیلی میشناسم آدمایی که فقط میخواد بره و آدمی میشناسم که جاش واسش مهم نیست. یعنی میگم من فقط میخوام اینجا برم و من بهش حق میدم. خب نمیگم کارش درسته کارش اشتباهه، قطعا این فشار روشه که رو همه ما هست، رو یکی بیشتر رو یکی کمتر، و فقط میخواد ترک کنه و بره. حالا من بهش گفتم فرار، تو گفتی که مثلا این فرار نیست. یه همچین حالتی. این دو تا مثالش بود. خب که میشه حالا بازترش کرد. ولی اینکه تو چی میخوای و اینکه اون مسیر تو که مسیری که داره توش قدم میذاری هدف تو نیست، به نظرم خیلی از رضایتی که به زندگی ما داریم بعد از یه تلاش خیلی زیادی که کردیم و یه فشار مضاعفی که به خودمون آوردیم، این خیلی موثره. یه رضایتی داشته باشیم از زندگیمون. ببین حالا یه چیزی الان یادم اومد، به نظر من مثال خیلی دقیقه این کنکوره. ببین کنکور یه چیزیه که شما وارد دبیرستان که میشی، میخوای 3 سال درس بخونی، هدف همه میشه کنکور. خب بعد اصلا پشت اون کنکور چیه؟ هیچ. من خودم کنکور دادم، حالا میگم خودم کنکور دادم، نه به تازگی، خیلی وقت میشه. الان که فکر میکنم اون موقعی که واسه کنکور من درس میخوندم اصلا به بعدش فکر نمیکردم و بعد واسم عجیبه. میگم چطور که تو فقط به خود کنکور فکر می‌کردی ولی فکر نمی‌کردی بعدش می‌خوای چیکار کنی. بعد حالا یه چیزی هم بگم، یه شرایطی تو کشور ما هست که شما 3 سال قبل کنکور مجبور میشی که رشته‌ای رو انتخاب کنی. بعد من یادمه من به انسانی علاقه داشتم، بعدن اینو خیلی بیشتر فهمیدم، شاید اون موقع در حد علاقه سطحی بود. بعد که
رفتیم جلوتر من فعلا واقعا به انسانی علاقه دارم. من رشته‌ای که انتخاب کردم چی بود؟ ریاضی. من رفته بودم ریاضی. الان رشته‌ای که دارم میخونم مرتبط با ریاضی. حالا تو بگو اصلا چرا کسی که به علوم انسانی علاقه داره باشه باید بره ریاضی بخونه؟ پشیمون نیستم بنا به 1001 دلیل، اما خواستم مثال کنکوره رو بزنم که همه یه چیزی جلوشون قرار میگیره و مجبورن که فقط به موفقیت تو اون فکر کنن. به قول تو یه مسیر زیادی رو تلاش میکنن، میان جلو، نتیجه رو میگیرن، بعد میفهمن که خب آقا هیچی تهش نبود. این اون چیزی نیست که من میخواستم. کاش کسی که مثلا این پادکست رو گوش میکنه قبل کنکورش باشه، یعنی کسی مخاطب این شکلی داشته باشیم که فشار روش باشه و اینو گوش کنه که تو هر اتفاقی واسط بعد کنکور بیفته پشیمون نمیشی و ناراضی نمیشی. یعنی نه راضی نه ناراضی. راضی نفر اول کنکور به نظر. خب نه به نظر من نفر اول کنکورم نیست. اونم راضی نیست. خب از نتیجه کنکورت حداقل به نظر فقط اون. خب نتیجه کنکور تو کجا با خودت میگی؟ همون دیگه. ببین من مسعود میگه من به انسانی علاقه داشتم و به ریاضی علاقه نداشتم. ببین من و مسعود که اینجا هم نشستیم دو تا آدم کاملا جدا بودیم. من کسی هستم که مسعود خودش رو مجبور کرد که درس بخونه، حتی اگه دوست نداشت درس خوندن، که به نظر من بعدش هم نمیاد درس خوندن. ولی من اصلا درس نمیدونستم چیه. من اصلا هیچ اهمیتی واسم درس نداشت و هدفم از اون که دانشگاه اومدم یه چیز دیگه بود. میگم بحث مسیر. هدف چی بود؟ چون به نظر من سوء تفاهم میشه. ببین من اصلا درس دوست نداشتم. خب یعنی اگه می‌خواستم هدفمو دنبال کنم و درست کنم اصلا نباید کنکور میدادم. ولی هدف من دانشگاه رفتن آشنا شدن با محیط دانشگاه بود. همونجوری که خودت هم میگی که من تو دانشگاه هم درس نمی‌خونم. کسی که اینم گوش میکنن مثلا اینو در جریان باشه، من دانشگاه اصلا درس نمی‌خونم. من هدفم این بود که تو دانشگاه بیام و اون محیط رو ببینم. خب یعنی محیط آدمایی که از 1000 تا جای مختلف اومدن، 1000 تا دیدگاه مختلف اومدن، من بتونم داخل اینا، داخل اجتماعی که مثلا میتونیم بگیم یه جامعه آماری کوچیکی از جامعه کلی ماست، من اونجا بدم چقدر میتونم اونجا دووم بیارم با آدمای مختلف و دیدگاه مختلف. و الان خیلی راضیم که دانشگاه آزاد درس می‌خونم. اصلا ناراضی نیستم، نه از رشته‌ام، نه از دانشگاه اومدنم و نه از رتبه کنکور. به نظرم خیلی خوبه. ولی من یه چیزی میخوام اصلاح بکنم. منم هیچ وقت درس خوندن رو دوست نداشتم و ندارم و حس نمی‌کنم هیچ وقت من به درس خوندن علاقه‌مند شم. دوست نداشتم. ولی میخوندم. بعضی موقع پشیمون میشم. فقط خواستم اضافه کنم که دوست نداشتم. و بعضی موقع فکر می‌کنم که کاش نمیخوندم و مجبور می‌شدم یه مسیر دیگه انتخاب بکنم. دانشگاهم خیلی خوش گذشت. خب یعنی بهتر از چیزی که تصور می‌کردم و من هدفم از دانشگاه رو بهش رسیدم. یعنی هدفم از این دانشگاه اومدن رو بهش رسیدم. خب حالا دور شدیم ذره از اون بحث. اون چیزی که تو گفتی زمان کنکور تمام هدف کنکور بود و بعدش مثلا اهدافت بیشتر میشه. من حالا این مدلی بودم که مثلا وقتی ما کلاس دهم بودیم، من با کلاس بچه‌ها 11 و 12 رفیق میشناختمشون، پیجاشون رو داشتم و اینا. یه بار ما کنکور داشتیم سال 12 ما بودیم. یکی بود که یعنی وقتی 2 سال هم بزرگتر بود، این سال 98 کنکور دادم. یه کوئسچن باکس داخل پیج اینستاگرامش گذاشته بود و من براش سوال نوشتم که اون موقع ته فشار کنکور ما بود و اینکه من خودم خیلی به خودم فشاری نمی آوردم، ولی بهش گفتم که بعد کنکور اوکی میشه، همه چی اعصابم انقدر خورده دارم. گفت نه خیلی بدتر میشه. گفت الان یه هدف داری به اسم کنکور، اون موقع هدف داری خونه، ماشین، کار، تشکیل خانواده. تازه فکر می‌کنم اون موقع که این سوالو به تو جواب داده اول همین مسیری بوده که میگفته سخته، هرچی میری جلوتر بدتر میشه. دقیقاً دیگه. یعنی ته سختی که یک کنکوری داره واسه خودشون کنکور است و اون کنکور گذاشته هدفش و وقتی اون هدف میرسه، یکی مثل تویی که حالا تو دانشگاه تاپی درس میخونم راضی نیست، نه که بگیم ناراضیه، ولی میگه شاید اون تلاشی که من کردم و روی موضوع دیگه‌ای میکردم هدفمو میشناختم و اون مسیر دیگه‌ای رو مشخص می‌کردم، الان آدم خوشحال‌تر بودم. تهش اینه که خوشحال‌تر بودم. ببین باز به شخصیت بستگی داره. حالا ما راجع به این تو اپیزود قبلی صحبت کردیم خوشحالی چیه، خوشبختی چیه، ولی حالا نمیخوام اینم بازش بکنم، ولی باز میگم آدم با آدم فرق میکنه. یعنی تویی که الان میگی رفتی یک دانشگاهی که رضایت داری اوکی، شاید راجع به یه نفر دیگه با همین مسیر با یه شخصیت دیگه الان طرف زجه بزنه که آقا من چرا درس نخوندم. باز به شخصیت بستگی داره. به نظر من دیگه حالا به خلاصه قانع باشیم و یه جنبندی بکنیم. آقا نیما جنبندی بفرمایید در یک جمله که ما رو خواستمون میسازه. پس از مسائل خوبی استفاده بکنید تا بعداً پشیمون نشید. بریم سراغ معرفی منبع. من این منبعی که خیلی دوست داشتم این کتابی به اسم انسان در جستجوی معنا، Man's Search for Meaning، اثر آقای ویکتور فرانکل اگه اشتباه نکنم تلفظ اسمشونو، و کتاب جالبیه. ببینید موضوع این کتاب حالا شاید مستقیما به موضوعی که ما این اپیزود راجع بهش صحبت کردیم مرتبط نباشه، ولی اگه بخوام توی جمله خلاصه بکنم میگه نیروی محرکه اصلی در ما انسان‌ها
نه رسیدن به لذت، بلکه کشف و پیگیری چیزهایی است که در ذهنمان آنها را معنا می‌دانیم. اینو اگه بخوایم به جوری به بحث خودمون مرتبط بکنیم، به نظر من لب کلام قضیه این میشه که شما باید ببینید ته اون خواسته واسه چیه. اگه ته اون خواسته یه چیز معناداریه تو زندگیت و زندگی تو به قول معروف بهش معنا میده، خواسته اوکیه. باز حالا معنای خوب و بد داریم دیگه صحبت نمی‌کنیم. ولی اگر که اون معنا بهت نمیده یا حتی معنای بدی میده، احتمالاً خواسته خوبی نیست. نیما ببین من مثل اپیزود پیش بیشتر سراغ مقاله رفتم. این کتابی که تو گفتیم جزو این منابعی که آوردم اینجا بود. انسان در جستجوی معنا، که یه خلاصه‌ای ازش خواستم که بدونم این بود که میگفت انسان‌ها در سخت‌ترین شرایطشون دنبال هدف و معنا تو زندگی میگردن. یه مقاله هم بود واسه قدرت عادت، اصلا چارلز داهیز، حالا نمیدونم درست دارم میگم که نه، احتمال خیلی زیاد دارم اشتباه میگم. میگفتش که خیلی خواست‌ها و رفتارهای ما در قالب عادت تکرار میشن و اینکه یه عادت کلیدی رو ما بتونیم تغییر بدیم باعث یه تغییر مثبت تو ما میشه. بعد یه چند تا خلاصه از چند تا مقاله روانشناسی بود، خواستم چت جی پی تی حقیقتا بهم بگه، یه خلاصه‌ای بهم بگه. خلاصه‌ای که بهم داد این بود که میگفتش که انگیزه و خواسته، هم انگیزه هم خواسته، که انگیزه رو ما ربطش می‌دیم بیشتر به اون هدفی که راجعش صحبت کردیم. گفت انگیزه و خواسته موتور محرک رفتار ماست. دقیقاً همون چیزی که با هم بررسی کردیم دیگه. اصلا کلا دیگه میگم ویدیو تایتل کل پادکستمون دیگه که داریم میگیم مثلا شخصیت ما رو اون خواسته میسازه. دقیقاً. و اینکه یکم جزئی‌تر این بود که خواسته‌های واقع بینانه، یعنی راجع به همون تعادلی که صحبت کردیم، خواسته واقع بینانه ما رفتارهای ما رو هدفمند میکنه. این خیلی به نظرم جمله کاملیه. کاملا شرح میده دیگه. هدفمند کردن رفتار ما بسته داره به اون خواسته واقع بینانه‌ای که ما داریم. این قید واقع بینانه خیلی مهمه. و جمعنی کردیم، معرفی منبع هم داشتیم و دوستانی که تا اینجای پادکست با ما بودن که امیدوارم تعدادشون از اپیزود یک خیلی بیشتر شده باشه، دمتون گرم. و همین چیزی که شنیدید پادکست باچایی بود، اپیزود 2 راجع به این که ما رو خواسته هامون میسازن. مرسی که گوش کردید و وقت گذاشتید. روزی که ریلیز میشه فکر کنم پنجشنبه باشه. امیدوارم آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید و خدا نگهدار. و خدا نگهدار.